ایالات متحده موج تازه‌ای از حملات هوایی علیه مواضع جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرد. حملاتی که به گفته فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا ده‌ها هدف وابسته به سپاه پاسداران را شامل می شود. سنتکام اعلام کرده است که این عملیات بامداد پنجشنبه در واکنش به حمله موشکی ایران به مواضع نیروهای آمریکایی در اردن انجام شده و حدود 2 ساعت ادامه داشته است. بر اساس اعلام این فرماندهی در این حملات مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مراکز نظارت، دفاع ساحلی و قابلیت‌های دریایی سپاه هدف قرار گرفتند. در پی حمله‌های موشکی ایران به مواضع نیروهای آمریکایی در اردن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ایران را به انجام حمله شدید تهدید کرد و گفت در پاسخ به حمله موشکی ایران به پایگاه نیروهای آمریکایی در اردن، واشنگتن ضربه بسیار سختی وارد خواهد کرد. In the meantime, we're going to be hitting them very hard. قرار است ضربه بسیار سختی به آنها بزنیم، چون حالا نوبت ماست که به آنها ضربه بزنیم. ایران می‌داند این حمله در راه است و از ما می‌خواهد که این کار را انجام ندهیم. ما بررسی خواهیم کرد که آیا امکان دستیابی به توافق با ایران وجود دارد یا نه، اما همه موشک‌های شلیک شده به سوی مواضع امریکا رهگیری شده‌اند. در مقابل جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه‌ای به حملات اخیر آمریکا واکنش نشان داد. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که تنگه هرمز تا زمانی که آنچه تهدیدها و مداخلات آمریکا در منطقه خوانده ادامه داشته باشد، بازگشایی نخواهد شد. سپاه هشدار داد کشورهایی که در حمایت از حملات علیه ایران نقش داشته باشند، در صورت ادامه این روند با پاسخ سخت روبرو خواهند شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت تصمیم درباره نحوه برخورد با ایران بر عهده دونالد ترامپ است و او با ابراز تردید درباره دستیابی به توافق با تهران 3 گزینه شامل ادامه مذاکرات، حفظ فشار بر تنگه هرمز و اقدامات نظامی بیشتر را مطرح کرد. واقعیت این است که ما شریک و متحد هستیم. او شریک ارشد است. ایالات متحده است و نباید این را فراموش کرد. من شریک کوچکتر هستم، اما نخست وزیر اسرائیل هستم و هر زمان لازم باشد از منافع و امنیت کشورم دفاع می کنم. هدف مشترک من و ترامپ جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. در کنار واکنش‌های نظامی، تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه نیز ادامه دارد. عربستان سعودی با وجود مشارکت در برخی اقدامات نظامی، همچنان از کاهش تنش با ایران حمایت می‌کند. همزمان پاکستان نیز از تلاش برای سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن خبر داده است.